گفتم که یک عقیده خدمت در همین بوره بزنم. هم یک دو روز شد که امروز وقتی همین گپ شنیدم در فکر زدم. یک مراجعت به محمد اقبال دارم. بچه محمد اقبال تو چو کدی یا بوره در پوستک ریدی کو؟ آخی تو خودت قرآن خونده، شریعت خونده، تو میدونی، تو خودت میدونی که در قرآن میگه که دشمن مرا یهودا شما دوستی نکنید. تو خودت گشتی گفتی که من تیارم که با اسرائیل همکاری کنم. خب کردیم. اوخی انا با همون مرده گشت گفتید که پول در کار تای. تو گپ دیگه ستاد نچه پول میگیری دین تا فروختی رنگ هم استاده. ای ایوب تو دیوونه برآوردی هر گپ گفتی. ما ناف دیدیم که دیوونه کی بوده؟ فهمیدیم کی را مو؟ بچه تو در استودیو تون را سو میگیری پول بگیری رنگ